این ماهی هستی سراسرش برکت دارد. یکی از برکت‌های این ماه برادر بزرگوار نفس کشیدن شما در نزد خداوند ذکر نوشته می‌شود. خواب شما روزدارها عبادت نوشته می‌شود. قدم زدن شما ثواب نوشته می‌شود. پیغمبر بزرگوار هر انسانی که در این ماه یک عمل خوب و بجا آورد ثوابش مثل همین است که در غیر رمضان یک فرض بجا آورده و من ادى فریضة فیه کان کمن ادى 70 فریضة فیما سواه. هر انسانی که یک فرض در این ماه انجام داد ثوابش مثل همین است که گویا در غیر رمضان 70 فرض بجا آورده است. یک رکعت نماز فرض در این ماه ثواب 70 رکعت داره برادر بزرگوار. این از برکت